تویی که سر تو کسب و کار تو درآمد داری، مخصوصا تویی که حسابدار و مدیر مالی، باید بدونی قانون پایان فروشگاهی چی و برای چی اومده. تبدیل سیستم مالیاتی سنتی به هوشمند. یعنی چی؟ خودتون میدونید که اداره مالیات تا چند سال پیش کیلو کیلو مالیات میگرفت و خب خیلی هم زورشون میرسید و فرار میکردن. ولی الان مالیات من و تو دست ممیز نیست و همه چی سیستمیه. البته بگم در حال انجامه. یکپارچگی اطلاعات. این قانون کاری میکنه که همه ما مالیات بدیم. چه اونی که تو روستا و امکاناتی نداره، چه اونی که تو شهر و امکاناتی نداره. یعنی وظیفه همه ماست که طبق این قانون مالیات بدیم. صحت اطلاعات. یه چیزی که تو این سامانه به چشم میخوره اینه که هر چیزی که من و تو بگیم رو قبول میکنن. شفافیت اقتصادی. این که کالا از لحظه که تولید تا مصرف بررسی میشه و همه چی مشخص میشه. حالا چجوری میخوان این رو اجرا کنن؟ با شناسه اختصاصی کالا. این که شناسه اختصاصی کالا چی هستش رو توی پست‌های بعدی بهتون میگم. البته بگم حالا نباید انتظار شفافیت اقتصادی رو داشت.